چه مامانی چه بابا با این 5 تا جمله داری تراماهای کودکی خودتو وارد روان فرزندت میکنی و یه ترامای وحشتناک براش درست میکنی. اولین جمله، تو هیچ وقت آدم نمیشی، تو هیچ وقت یاد نمیگیری این کار درست انجام بدی. تمام وجود فرزندت رو پر از حقارت میکنی. دومین جمله، تو همیشه گریه میکنی، تو همیشه کارت اینه. یعنی یه تعمیمی میدی که هیچ وقت چیو یاد نمیگیری و همیشه موجود بد و آدم بده قصه است. 3، حقته افتادی، حقته باختی. با این کار داری بهش میگی چون حرف منو گوش نمیدی حقته و هیچ راه جبرانی برای فرزندت نمیاری. 4مین جمله اینه که انقدر برو گریه کن، انقدر غر بزن تا جونت در بیاد. حالا میخوای هر کلمه آخرش بگی برو اتاقت انقدر گریه کن تا صدات قطع شه، انقدر گریه کن تا صداتو نشنوم. اینجوری بهش یاد میدی که تو برای من اصلا ارزشی نداری، من فقط نادیدت میگیرم. و 5، وقتی این کارو بدو میکنی من دوستت ندارم. درسته که الان خیلی از والدین به فرزندشون نمیگن دوستت ندارم، ولی با قهر کردن، با بی‌محلی، با چش و ابرو اومدن همچنان دارن این پیامو به فرزندشون میدن. تلاش کنیم تراماهایی که امروز داره ما رو از پا در میاره مستقیم وارد روان و وجود فرزندمون نکنیم.